سلام، اینجا استودیوی خبر یقین است و من مجیب سلطانی هستم. با رویدادهای خوب یک هفته اخیر با شما. امروز 21 میزان سال 1401 هجری شمسی که برابر می شود با 13 اکتبر سال 2022 میلادی. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان در سفر به کابل با وزیر خارجه دولت امارات اسلامی افغانستان دیدار کرد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان که به تازگی مسئولیتش تمدید شده، در سفر به کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه دولت امارات اسلامی افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط وزارت خارجه امارات اسلامی افغانستان، در این نشست آقای متقی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته که امارات اسلامی افغانستان اجازه نمی‌دهد تا هیچ آدمربا و جنگسالار یا غاصب امنیت جانی و مالی شهروندان کشور را زیر سوال ببرد. وی با اظهار این که رهبران امارات اسلامی افغانستان مسئولین هیئت حاکمه را بر رفتار خوب با مردم و رعایت حقوق آنها تشویق می‌کند، افزود که به جای انتقاد یکدیگر با هم همکاری کنیم، حقایق را منتشر و هر پیشرفتی را که حاصل شده گسترش دهیم. وزارت خارجه هند در توییت اعلام کرد دهلی در ادامه روابط ویژه خود با مردم افغانستان و با توجه به درخواست‌های فوری سازمان ملل برای کمک به مردم افغانستان 13مین محموله کمک‌های پزشکی را به کابل ارسال کرده است. در این اطلاعیه با اظهار اینکه کمک‌ها به بیمارستان کودکان اندرا گاندی در کابل تحویل داده شده است، افزوده شده هند حدود 45 تن کمک پزشکی به افغانستان ارسال کرده است که شامل داروهای ضروری نجات دهنده، داروهای ضد سل، 500,000 دوز واکسن کرونا، اقلام پزشکی، جراحی و غیره مواد دارویی است. هیئت بین وزارتخانه دولت امارات اسلامی افغانستان با نمایندگان وزارت خارجه، وزارت دفاع و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا درباره نقض موافقت نامه قطر گفتگو کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، هیئت بلندپایه از وزارت‌های خارجه، دفاع و ریاست اطلاعات دولت امارات اسلامی در سفر به دوحه با مقامات آمریکایی درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و عادی سازی روابط سیاسی گفتگو کردند. منابع امارات اسلامی افغانستان نیز میگویند که دو طرف در این دیدار درباره مسائل حملات طیارات بدون سرنشین آمریکا، نقض حریم هوایی افغانستان، نقض توافقنامه قطر و عدم اجرای کامل آن، اعمال محدودیت‌ها بر بانک‌های افغانستان و انتقال بخشی از دارایی‌های این کشور به صندوق در سوئیس بحث و تبادل نظر نمودند. اداره راه آهن افغانستان اعلام کرد روند ترمیم خط آهن هرات خواف تا 2 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. اداره راه آهن افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد روند تعمیر خط آهن هرات خواف به سرعت جریان دارد و تا 2 ماه دیگر تکمیل خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه جمهوری اسلامی ایران نیز وعده داده است که در آینده نزدیک حمل و نقل ریلی را از طریق خط آهن هرات خواف به افغانستان آغاز خواهد کرد. حکومت بریتانیا و برنامه بورسیه تحصیلی چفنینگ اعلام کردند که پس از 2 ماه وقفه بورسیه‌های تحصیلی آن کشور برای آن عده افغان‌های اثر گرفته خواهد شد که در افغانستان نیستند بلکه در کشور سومی به سر میبرند. وزارت فواید عامه امارات اسلامی با نشر خبرنامه اعلام کرد کار ترمیم شاهراه زرند دلارام به شمول پل‌ها و پلچک‌های تخریب شده آن با حضور مقامات محلی امارات اسلامی افغانستان در نیمروز آغاز شد. به گفته منبع، بخش‌های تخریب شده این شاهراه به شمول پل‌ها و پلچک‌های آن به ارزش بیش از 17 میلیون افغانی به شرکت‌های ساختمانی داخلی قرارداد شده که کار ساخت آن در مدت 6 ماه تکمیل خواهد شد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان اظهار داشته واردات محصولات کشاورزی از افغانستان به پاکستان افزایش یافته است. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، گفته کشورش روزانه حدود 400 تریلر محصول کشاورزی از افغانستان وارد می‌کند. به گزارش اداره آمار پاکستان، قیمت رومی و پیاز که در بسیاری از غذاها استفاده می شود اخیراً بیش از 40% افزایش یافته است. مقامات دولت امارات اسلامی افغانستان تلاش می کنند مسیر کالاهای وارداتی از پاکستان را که همواره با مشکلاتی همراه بوده است به استفاده از خطوط ریلی آسیای مرکزی تغییر دهند. مقامات اتاق صنایع و معادن افغانستان پیش از این همواره بر رسانه‌ها گفته بودند که هفته‌ها کالاهای بازرگانی افغانستان در بندر کراچی میمانند و در صورت تغییر مسیر ورود کالاها بسیاری از مشکلات این کشور حل خواهد شد. پیش از این نیز امارات اسلامی افغانستان در تلاش جایگزین مناسب برای مراودات تجارتی خود با کشورهای همسایه بوده و اخیراً خدمات راه آهنی و دهلیز هوایی را برای صادرات اقلام تجارتی خود آغاز کرده است که نتیجه خوبی داده و برای تجاران و فروشندگان در داخل کشور باعث سهولت‌های فراوانی نیز شده است. اخبار خوب هفته روزانه انعکاس مهمترین رویدادهای خوب در یک هفته اخیر است. همکاران ما در رسانه یقین می‌کوشند تا نابترین و نایابترین ویدیوها را برای شما ارائه دهند. در تمامی صفحات مجازی و با ویدیوهای متفاوت با نام یقین میدیا منتظر شما هستیم. تا هفته‌های بعد با رویدادهای خوب دیگر، بدرود.